ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. و هر کی از شما خداوند و پیامبر او را اطاعت کند و عمل نیک انجام دهد مزد او را دوچند می دهیم و برای او روزی گرامی آماده کرده ایم. یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ای زنان پیامبر، شما مانند یکی از زنان عادی نیستید اگر پرهیزگاری کنید. پس در گفتار خیش نرمش نشان ندهید تا مبادا کسی که در دلش مرض است طمع کند و سخن پسندیده بگویید. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. و در خانه های خیش بمانید و مانند عهد جاهلیت پیشینه زینت خیش را ظاهر نسازید و نماز را با کمال و تمام برپا دارید و زکات بدهید و خدا و پیامبر او را اطاعت کنید. بیگمان خداوند می‌خواهد تا از شما اهل بیت ناپاکی ها را بزداید و شما را پاک و پاکیزه سازد. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. آنچه به شما در خانه های شما از آیات خدا و حکمت خوانده می شود آن را به یاد گیرید. بیگمان خدا لطفکار و آگاه است. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. واقعا مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان مؤمن و زنان مؤمن، مردان فرمان بردار و زنان فرمان بردار، مردان صادق و زنان صادق، مردان صابر و زنان صابر، مردان متواضع و زنان متواضع، مردان خیرات دهنده و زنان خیرات دهنده، مردان روزدار و زنان روزدار، مردان پاکدامن و زنان پاکدامن، مردانی که ذکر خدا را بسیار می کنند و زنانی که ذکر خدا را بسیار می کنند. خداوند برای همه اینها آمرزش و مزد بزرگی را آماده کرده است. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
چون خدا و پیامبر کاری را فیصله کنند، برای هیچ مرد مؤمن و هیچ زن مؤمن جایز نیست که در امر خیش اختیاری داشته باشند. اگر کسی خداوند و رسول او را نافرمانی کند، او واقعا به گونه آشکاری گمراه شده است. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. و به یاد آور چون به کسی که خدا بر وی احسان کرده است و تو نیز بر وی احسان نموده ای گفتی زن خود را در قید نکاح خیش برای خود نگه دار و از خداوند بترس و تو چیزی را در دل خیش پنهان داشتی که خداوند آن را آشکار سازنده است و از مردم می ترسی در حالی که خداوند سزاوارتر است تا از او بترسی. پس چون زید از وی یعنی زینب کام یافت، او را به نکاح تو در آوردیم تا برای مؤمنان در ازدواج با زنان فرزندخوانده هایشان حرج نباشد هرگاه فرزندخوانده ها از آن زنان کام گرفته باشند و حکم خداوند حتما به جا آورده شده نیست. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. بر پیامبر در بجا آوردن آنچه خداوند بر او فرض گردانیده حرج نیست. این سنت خداست در میان کسانی که پیش از این گذشتند و حکم خداوندی تقدیر است که مقرر شده است. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. در میان آنهایی که پیام‌های خدا را می‌رساندند و تنها از او می‌ترسیدند و از هیچ کس جز خدا نمی‌ترسیدند و خداوند در حساب گرفتن بسنده است. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست ولیکن پیامبر خدا و خاتم پیامبران است و خداوند به هر چیز داناست. یا ایها الذین آمنوا اذكروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة واصیلا. ای مسلمانان، خدا را به یاد کردن بسیار یاد کنید و او را صبح و شام به پاکی بخوانید. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. اوست که بر شما درود میفرستد و نیز فرشتگان او تا شما را از تاریکی ها به روشنایی برآورد و خدا به مؤمنان مهربان است. تحیتهم یوم یلقونه سلام واعد لهم اجرا کریما. تحیت ایشان روزی که خدا را ملاقات می کنند سلام است و برای ایشان مزد گرامی آماده کرده است. یا ایها
أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ای پیامبر، حقا که ما تو را به حیث گواهی و مژده دهنده و بیم دهنده فرستادیم و نیز به حیث دعوتگری به سوی خدا به اجازه او و به حیث چراغ درخشان. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. و مؤمنان را به این مژده بده که برایشان از جانب خدا فضل بزرگی ارزانی شده است. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. کافران و منافقان را پیروی مکن، اذیتشان را به دل مگیر، بر خداوند توکل کن و خداوند به حیث کارساز بسنده است. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا. ای مسلمانان، وقتی که شما زنان مسلمان را به نکاح میگیرید و آنگاه ایشان را پیش از این که از آنها کام بگیرید طلاق میدهید، به شما بر ایشان عده نیست که آن را بشمارید، پس به ایشان مال و متاع بدهید و ایشان را به طریق پسندیده آزاد گذارید. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ای پیامبر، ما به تو زنان تو را که به ایشان مهرشان را داده ای حلال گردانیدیم و نیز آنانی را که مالکشان شده ای از آنچه خدا برای تو به غنیمت داده است و نیز دختران کاکای تو را و دختران عمه‌های تو را و دختران ماماهای تو را و دختران خاله های تو را که از مکه با تو هجرت کردند و نیز زن مسلمانی را اگر خود را به پیامبر ببخشد و باز در صورتی که پیامبر بخواهد او را نکاح کند، همه اینها را به تو حلال گردانیدیم. این حکم خاص برای توست، نه برای همه مسلمانان. بیگمان آنچه را برایشان در مورد زنانشان و اسیرانی که مالک ایشان هستند مقرر کردیم میدانیم تا برای تو مشکل نباشد و خداوند آمرزنده و مهربان است. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن
تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله علیما حلیما. هر کی را از ایشان که بخواهی میتوانی از خود بازداری و هر کی را بخواهی میتوانی نزد خود جای دهی و کسی را که بخواهی از آنهایی که از خود دور ساختی نیز میتوانی با خود نزدیک گردانی و بر تو هیچ گناهی نیست. این کار بهتر میتواند موجبات خوشنودی ایشان را فراهم سازد و آنها را از اندوه برکنار گرداند و به آنچه تو به همه ایشان میدهی خوشنود شوند. خداوند به چیزی که در دلهای شما است آگاه می باشد و خداوند دانا و صاحب حلم است. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. برای تو بعد از این گرفتن زنان دیگری حلال نیست و نه می توانی با آنان زنان دیگری را تبدیل نمایی اگرچه شفته حسنشان شوی مگر زنانی که آنها را مالک می شوی. خداوند به هر چیز نگهبان است. یا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظیما. ای مسلمانان با خانه های پیامبر داخل نشوید مگر هنگامی که به طعامی برای شما اجازه داده شود. پیشتر نیایید، به انتظار پخته شدن آن در آنجا دیر نپایید مگر چون دعوت شدید به خانه داخل شوید و باز چون طعام را خوردید پراگنده شوید. با صحبت در آنجا منشینید. واقعا این کار پیامبر را اذیت می کند، از شما شرم می نماید و خداوند از حق شرم نمی کند. و اگر از زنان پیامبر چیزی را می پرسیدید از پس پرده بپرسید. این رویه پاکتر است هم به دلهای شما و هم به دلهای ایشان. برای شما جایز نیست که پیامبر خدا را برنجانید و نه هم این که هرگز زنان او را پس از وی به نکاح گیرید. براستی که این کار در نزد خدا گناهی بزرگ است. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. اگر چیزی را آشکار سازید یا آن را پنهان دارید خدا بر هر چیز داناست. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن
للمتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. بر این زنان یعنی ازواج مطهرات نه در پدرانشان، نه در بچه هایشان، نه در برادرانشان، نه در بچه های برادرانشان، نه در بچه های خواهرانشان، نه در زنانشان، نه در بردگانی که آنها را مالک شده اند، در هیچ یک از اینها گناهی نیست اگر با آنها بدون پرده و حجاب صحبت کنند. از خدا بترسید، خداوند بر هر چیز گواه است. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خداوند و فرشتگان او بر پیامبر درود میفرستند. ای مسلمانان، بر وی درود بفرستید و با اخلاص کامل به او سلام دهید. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. بیگمان آنانی که خداوند و پیامبر او را میرنجانند، خدا ایشان را در دنیا و در آخرت لعنت کرده است و برای ایشان عذاب رسوا کننده را آماده ساخته است. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. و آنانی که مردان مؤمن و زنان مؤمن را بی سبب میرنجانند، بیگمان بهتان و گناه بزرگی را متحمل شدند. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ای پیامبر، به زنان خود و به دختران خود و به زنان مسلمان بگو که قسمت از چادرهای خود را بر خویشتن بپوشند. این وسیله مناسب است به اینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند و خداوند آمرزنده و مهربان است. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. اگر منافقان و آنانی که در دلهایشان بیماری است و آشوبگران مدینه خودداری نورزند، یقینا تو را بر ایشان چیره می سازیم و سپس در آنجا جز دوره محدود همسایه تو نخواهند بود. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. اینها لعنت شدگانند، در هر جایی که یافت شوند گرفتار می شوند و به شدت کشته می شوند. سنت الله فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این از سنت خدا از دیر باز در میان کسانی که پیشتر بودند و برای سنت خداوند هرگز تبدیلی نمیابی. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. مردم از تو از قیامت میپرسند، بگو علم آن تنها در نزد خداوند است و تو چی میدانی شاید قیامت نزدیک باشد. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. بیگمان خدا کافران را لعنت کرده و برای ایشان آتش سوزانی را آماده کرده است.
خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. در آنجا همیشه و به گونه ابدی به سر میبرند. در آنجا نه دوستی میابند و نه هم مددگاری. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. روزی که رویهایشان در آتش زیر و رو می شود می گویند ای کاش که ما از خدا فرمان می بردیم و از رسول فرمان می بردیم. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. و می گویند پروردگارا ما از سرداران و بزرگان خود فرمان بردیم ولی ایشان ما را گمراه ساختند. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ای پروردگار ما برایشان دوچندی این عذاب را بده و ایشان را به لعنت بزرگ روبرو گردان. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ای مسلمانان مانند آنان مباشید که موسی را رنجانیدند ولی خداوند او را از آن گفتار بی حقیقتشان براءت بخشید و او در نزد خداوند آبرومند است. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ای مسلمانان از خدا بترسید و همواره سخن درست بگویید تا اعمال شما را به صلاح آرد و گناهان شما را بیامرزد و هر که از خداوند و پیامبر او فرمان برد بیگمان به بزرگترین پیروزی دست یافته است. الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما امانت را به آسمان ها، زمین و کوه ها عرضه کردیم اما آنها از قبول آن خودداری کردند و از آن ترسیدند و انسان آن را به عهده گرفت. او واقعا بسیار ظالم و بسیار نادان است. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. تا خداوند مردان منافق و زنان منافق، مردان مشرک و زنان مشرک را عذاب کند و خداوند مردان و زنان مؤمن را مورد مرحمت خیش قرار دهد و خداوند آمرزگار و مهربان است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. ستایش خدای راست که آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است همه از آن اوست و در آخرت نیز ستایش از آن اوست و اوست صاحب حکمت و به همه چیز آگاه. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها
وهو الرحیم الغفور. آنچه در زمین در می آید، آنچه از آن بر می آید، آنچه از آسمان فرو می آید و آنچه در آن بالا می رود همه را می داند و او مهربان و آمرزنده است. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. کافران میگویند هرگز بر ما قیامت نمی آید. بگو آری و قسم به پروردگار من حقا قیامت بر شما آمده نیست. قسم به دانای غیب ذاتی که از او کوچکترین ذره پنهان نیست، نه در آسمان ها و نه هم در زمین، نه چیزی کمتر از آن نه هم بزرگتر از آن، مگر اینکه همه اینها در کتاب روشن درج است. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرة ورزق کریم. تا کسانی را که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند پاداش دهد. اینهایند که برایشان آمرزش و روزی گرامی است. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم. ولی آنانی که در برابر آیات ما به معارضه شتافتند برایشان عذاب است از عذاب دردناک. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. آنانی را که برایشان علم داده شده است می‌بینند که چیزی که به تو از جانب پروردگار تو نازل شده است همان است حق و بر راه خداوند صاحب قدرت منی و ستوده هدایت می‌کند. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. و کافران به تمسخر گفتند آیا شما را به مردی راهنمون شویم که به شما خبر می‌دهد چون مردید و کاملا پارچه پارچه شدید در این حال باز شما در آفرینش جدیدی قرار میگیرید. افترا علی الله کذبا ام به جنة بل الذین لا یؤمنون بالآخرة فی العذاب والضلال البعید. آیا این شخص بر خدا دروغ را بربسته یا به او دیوانگی عارض شده است؟ بلکه کسانی که با آخرت ایمان ندارند در عذاب واقعی و دورترین گمراهی قرار دارند. افلم یروا الی ما بین ایدیهم و ما خلفهم من السماء والارض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. آیا اینها به این چیزهایی که پیشروی و پشت سرشان از آسمان و زمین قرار دارد نظر نکردند؟ اگر بخواهیم ایشان را به زمین فرو میبریم یا پارچه از آسمان را بر ایشان میافکنیم، بیگمان در این نشانه است برای هر بنده به خدا بازگردنده. ولقد آتینا داود منا فضلا یا جبال اوبی معه والطیر وألنا له الحدید. بیگمان به داوود از جانب خود فضیلت دادیم و گفتیم ای کوها در انعکاس دادن آواز او با او هم نوایی کنید و نیز پرندگان را برای او هم نوا ساختیم و آهن را برای او نرم ساختیم.
أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إنی بما تعملون بصیر. به او گفتیم زریهای گشاده و فراخی بساز و در بافتن حلقه های زنجیری آن اندازه را رعایت کن و به اعمال شایسته دست یازید. بیگمان من به آنچه می کنید بینا هستم. ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. و برای سلیمان باد را رام گردانیدیم. رفتار صبحانه آن 1 ماه راه بود و رفتار شبانه آن 1 ماه راه بود و برایش چشمه از مس گداخته شده را جاری ساختیم. و از جن کسانی بودند که با اجازه پروردگار او با پیشروی او کار می کردند و اگر یکی از ایشان از امر ما سر باز می زد با او از آتش سوزان می چشاندیم. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقلیل من عبادی الشکور. برای او آنچه میخواست از رواقها، تمثالها، کاسه های بزرگی همچون حوضها می ساختند و دیگهایی که بر دیگدانها قرار داده شده بود. ای خانواده داود سپاسگزاری کنید و تعداد کمی از بندگان من سپاسگزارند. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. پس چون بر سلیمان دستور مرگ را صادر کردیم هیچ چیز ایشان را بر مرگ او آگاه نساخت جز جنبنده زمین، کویه‌ای که عصای او را می‌خورد. سپس چون به زمین افتاد جنها دریافتند که اگر غیب را می‌دانستند در این عذاب اهانت آمیز، یعنی این کار پر زحمت، باقی نمی‌ماندند. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. بیگمان برای قوم سبا در سرزمینشان نشانه داده شده بود و آن 2 باغستان بود که از راست و چپشان جلب نظر می کرد. به ایشان گفته شد روزی را از جانب پروردگار خیش بخورید و به او سپاسگزار باشید. شهر پاکیزه و پروردگار آمرزنده. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل. چون ایشان از حق رو برگشتاندند بر ایشان سیل بند عرم را فرو ریختیم و به جای 2 باغستانشان باغستان‌های از میوه‌های تلخ و شوره گز و چیزی از درخت سدر قرار دادیم. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. این جزایی بود که به ایشان به سبب ناسپاسی ایشان دادیم و جزا نمیدهیم مگر مردم ناسپاس را. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير
سیروا فیها لیالی و ایاما آمنین. و میان ایشان و شهرهایی که بر آنها برکت نهادیم آبادانی های چشمگیر به سر راه قرار دادیم و در مسیر این راه منزلهای را به مسافت معین مشخص ساختیم و به ایشان گفتیم در آن شب و روز مسافرت کنید. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. گفتند پروردگارا بین منزلهای سفر ما فاصله را زیاد گردان و ایشان بر خود ستم کردند. سرانجام ایشان را افسانه ساختیم و ایشان را بی حد و حساب پارچه پارچه گردانیدیم. بیگمان در این رویداد برای هر کسی که بسیار شکیبا و نهایت سپاسگزار می باشد نشانه هایی است. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. و بیگمان ابلیس پندار خود را در مورد آنها به اثبات رساند که او را پیروی کردند جز گروهی از مؤمنان. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. که او بر ایشان سلطه ندارد جز برای اینکه روشن سازیم چی کسی به آخرت ایمان می آورد و چی کسی از آن به شک اندر است و پروردگار تو به هر چیز نگهبان می باشد. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. بگو آنانی را که جز خدا معبود خیش میپندارید بخوانید نه در آسمان ها و نه در زمین به مقدار ذره هم قدرتی دارند و نه در اینها ایشان اشتراکی دارند و نه هم هیچ یک از ایشان برای خدا مددگاری است. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. هیچ شفاعتی در حضور او سودی ندارد مگر برای کسی که خودش او را اجازه می دهد. چون دهشت از دلهایشان رفع شود در آن وقت با هم می گویند پروردگار شما چه حکم کرد؟ می گویند سخن حق را. گفت و او بلند مرتبه و بزرگ است. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. بگو کی شما را از آسمان ها و زمین رزق می دهد؟ بگو خدا. و بگمان آیا ما یا شما به راه راستیم یا به گمراهی آشکار؟ قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. بگو شما از گناهی که ما مرتکب شدیم سؤال نمی شوید و ما نیز از اعمالی که شما انجام می دهید مورد سؤال قرار نمی گیریم. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. بگو پروردگار ما را با هم جمع می کند و سپس در میان ما و شما به حق فیصله می کند و اوست همان گشایشگر و دانا.
قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزیز الحکیم. بگو برای من آنانی را که با خداوند شریک بربسته اید نشان دهید، نه چنان است که شما پنداشته اید، بلکه اوست خدای صاحب قدرت منعی و با حکمت. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما تو را نفرستاده ایم مگر مژده دهنده و بیم دهنده برای همه مردم، اما اکثر مردم نمیدانند. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. میگویند اگر راست میگویید این وعده قیامت چی وقت آمدنی است؟ قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. بگو برای شما وعده روزی آمدنی است که از آن نه ساعت تأخیر کرده می توانید و نه هم از آن پیشی کرده می توانید. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. کافران میگویند ما هرگز نه به این قرآن و نه هم به کتابی که پیش از آن بود هیچ یک ایمان می آوریم، و اگر وقتی را ببینی که ستمگاران به حضور پروردگار خیش استاده شده اند سخن ملامتی را به یکدیگر حواله می کنند، بینوایان به سرکشان می گویند اگر شما نمی بودید ما یقینا مسلمان می بودیم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. سرکشان به بینوایان میگویند آیا ما شما را از راه باز داشتیم بعد از آن که حق به شما آمد؟ نه خیر، بلکه شما خود مجرم بودید. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. بینوایان به سرکشان میگویند بلکه این دسیسه شب و روزی شما بود که پیوسته به ما دستور میدادید تا از خداوند یکتا انکار کنیم و به او همتایانی قرار دهیم. چون مجازات را دیدند پشیمانی خود را پنهان نگه می‌دارند. زنجیرها را به گردن کافران قرار می‌دهیم. آیا جز آنچه عمل می‌کردند به ایشان جزا داده می‌شود؟ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. ما برای هیچ شهری بیم دهنده نفرستادیم مگر آنکه نعمت پروردگانشان گفتند ما به پیامی که شما به آن فرستاده شده اید ایمان نمی آوریم. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. و گفتند ما از مال و اولاد بیشتری برخورداریم و ما هرگز عذاب نمی شویم. قل إن ربي
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بگو بیگمان پروردگار من دروازه روزی را به هر که بخواهد می گشاید یا تنگ می سازد، اما بیشتر مردم نمی دانند. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. نه دارایی شما و نه اولاد شما هیچ کدام چیزی نیست که شما را به ما به گونه مقرب گرداند مگر کسی که ایمان آورد و عمل نیکو انجام داد. چنین مردمی به نسبت اعمالی که انجام دادند بر ایشان مزد دوچند داده می شود و ایشان در منازل بلند مرتبه ایمن می باشند. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. و آنانی که سعی می کنند تا با معجزه های ما مقابله کنند به عذاب ما حاضر کرده می شوند. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. بگو بیگمان پروردگارم روزی را به هر کی از بندگان خود که بخواهد گشایش می دهد یا به او تنگ می سازد و چیزی را که در راه او خرج کنید او عوض آن را می دهد و او بهترین روزی دهندگان است. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. و روزی که خدا ایشان را یک جا جمع کند سپس به فرشتگان بگوید آیا اینها شما را پرستش می کردند؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فرشتگان میگویند پاکی تو راست، تو کارساز ما هستی نه ایشان، بلکه ایشان جنها را پرستش می کردند و بیشترشان به آنها ایمان داشتند. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. پس امروز بعض شما به بعضی دیگر نه سودی رسانده می توانید و نه هم زیانی. به ستمگاران می گوییم عذاب دوزخی را که دروغ می پنداشتید بچشید. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. چون آیات روشن ما به ایشان خوانده می شود می گویند این نیست مگر مردی که می خواهد شما را از چیزی که پدران شما پرستش می کردند باز دارد و می گویند این نیست مگر دروغی بربسته شده.
و چون به کافران آیات برحق می آید می گویند نیست این مگر جادوی آشکاری. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. و ما به ایشان قبلا کتاب‌های ندادیم که بخوانند و نه هم برایشان پیش از تو بیم دهنده فرستاده بودیم. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. پیشینیانشان نیز حق را تکذیب کردند در حالی که اینها به 10 یکی چیزی که به آنها داده بودیم هم نرسیده اند. آنها پیامبران مرا تکذیب کردند، پس مجازاتشان چگونه بود؟ قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شدید. بگو شما را به یک چیز پند می دهم، به این که برای خدا 2 نفری و 1 نفر بپا خیزید و باز بسنجید که به یار شما یعنی محمد جنون عارض نشده، نیست وی جز بیم دهنده برای شما در پیشا پیش عذاب شدید. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهید. بگو چیزی را که از شما به حیث مزد خواستم آن نیز برای خود شماست. مزد من نیست جز به خدا و او بر هر چیز گواه است. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. بگو بیگمان پروردگار من حق را فرو می فرستد و او به نهانخانه های غیب کاملا آگاست. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. بگو حق آمده است و باطل هرگز چیزی را آفریده نمی تواند و نه هم چیزی را اعاده کرده می تواند. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قریب. بگو اگر من گمراه می شوم خودم شخصا مقصر گمراهی خود می باشم و اگر رهیاب شوم به سبب آن است که پروردگارم به من وحی می فرستد. بیگمان او شنوا و نزدیک است. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قریب. و اگر بینی چون می ترسند ولی در آن وقت برایشان خلاصی نیست و از جای نزدیک گرفتار می شوند. وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعید. و گفتند به آن یعنی قرآن ایمان آوردیم و از کجا برایشان این امر از آن هم دوری از جهان دیگر میسر می شود. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعید. در حالی که پیش از این در دنیا از آن انکار داشتند و از این راه دور نادیده تیر به تاریکی می اندازند.
وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. و بین ایشان و امیدهایی که به آن دل بسته بودند پرده انداخته شد، همچنان که از پیش با همانندهایشان چنین معامله شد. واقعا ایشان در شک تهمت اندوز به سر میبرند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدیر. ستایش خدای آفریننده آسمان ها و زمین راست، آن که فرشتگان را پیام آورانی گردانیده که دارای دو بال، سه بال و چار بالند. در جهان آفرینش هرچی را بخواهد می افزاید. بیگمان خداوند بر هر چیز تواناست. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. هر دری را که از مرحمت بر روی مردم بگشاید آن را بازدارنده ای نیست و آنچه را او میگیرد بعد از او بازدهنده ای نیست و او صاحب قدرت منعی و با حکمت است. یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. ای مردم، نعمت خداوند را بر خود یاد کنید. آیا جز خداوند آفریدگاری هست تا به شما از آسمان ها و زمین روزی بدهد؟ جز او خدایی نیست. پس چگونه از حق بازگردانده می شوید؟ و این یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلک و الی الله ترجع الامور. و اگر تو را تکذیب می کنند بیگمان پیامبران پیش از تو هم تکذیب شده بودند و همه امور به خداوند بازگردانده می شود. یا ایها الناس این وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ای مردم، بیگمان وعده خدا حق است، پس زندگی دنیا شما را فریب ندهد و این فریب دهنده شما را در مورد خدا فریب ندهد. این الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. بیگمان شیطان دشمن شماست، پس او را دشمن بگیرید. واقعا او گروه خود را دعوت می کند تا اهل دوزخ شوند. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير.
برای کافران عذاب شدید است و آنانی که ایمان آوردند و عمل نیکو انجام دادند برای ایشان آمرزش و مزد بزرگ است. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. آیا کسی که برایش عمل زشت او زیبا جلوه داده شد به گونه‌ای که آن را نیکو تلقی کرد با کسی که رهیاب است مساوی بوده می تواند؟ بیگمان خدا هر کس را که بخواهد گمراه می کند و هر که را بخواهد رهیاب می گرداند. از این رو تو خود را به سودای ایشان هلاک مکن و حسرتی را به خود راه مدی. بیگمان خدا به آنچه می کنند داناست. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. خداوند ذاتی است که بادها را فرستاد پس ابر را برمی‌انگیزد و ما آن را به سوی زمین مرده راندیم و با آن زمین را بعد از مردن آن زنده ساختیم و چنین است رستاخیز. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. هر کی در جستجوی عزت است پس باید بداند که عزت همه آن از آن خداست. کلمات پاک به سوی او بالا می رود و عمل صالح آن را بالا می برد. آنانی که دسیسه های ناشایسته را به کار می برند ایشان را عذاب شدید فرا می گیرد و مکرشان از میان می رود. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. خدا شما را از خاک آفرید، سپس از قطره آب پیدا کرد، باز شما را همسران یکدیگر ساخت. هیچ زنی باردار نمی شود و نه هم بار خود را می گذارد مگر به علم خداوند و هیچ صاحب عمری به عمر دراز نمی رسد و از عمر او کم نمی شود مگر آنکه در کتاب ثبت می باشد و این کار واقعا بر خداوند آسان است. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. و نه هم این دو بحر که هر دو از نشانه های قدرت خداوند به شمار می روند با هم مساوی اند. این یکی آب شیرین گوارا و نوشین دارد و این دیگری شور و تلخ است و از هر دوی اینها گوشت تازه می خورید و زیوری به دست می آرید که آن را می پوشید
و کشتی ها را در آن می بینی که آب را می شکافند تا از فضل وی بهره‌مند گردید و تا باشد که سپاسگزار شوید. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر. شب را به روز در می آورد و روز را به شب در می آورد و آفتاب و ماه را رام گردانید، هر یک تا زمان معین به مسیر خیش می روند. این چنین است فرمان روایی خداوند پروردگار شما، پادشاهی از آن اوست و آنانی که جز او دیگری را نیایش می کنند مالک هیچ چیزی نیستند. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبیر. اگر به ایشان نیایش کنید دعای شما را نمی شنوند و باز اگر بشنوند به شما جوابی نمی گویند و در روز قیامت از شرک شما انکار می ورزند و هیچ کسی به مانند ذات آگاه به تو از حقیقت امور خبر نمی دهد. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ای مردم، شما به خدا محتاجید و خداوند هم اوست بی نیاز و ستوده. این یشأ یذهبکم و یأتی بخلق جدید. اگر بخواهد شما را از بین میبرد و به جای شما آفریده نوی به میان می آورد. وما ذلك على الله بعزیز. و این کار بر خداوند دشوار نیست. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. هیچ کسی بار کسی دیگری را به دوش نمی گیرد و اگر سنگین باری بخواهد باری او را بردارد از باری او چیزی برداشتن نمی شود هرچند از وابستگان باشد. واقعا کسانی را به گونه مؤثری بیم داده می توانی که از پروردگارشان غایبانه می ترسند و نماز را به تمام و کمال ادا می کنند. کسی که خود را پاک ساخت به نفع خود خیش را پاکیزه ساخته است و بازگشت همه به سوی خداست. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. بینا و نابینا مساوی نیستند و نه هم تاریکی و روشنایی و نه هم سایه سرد و آفتاب سوزان با هم برابرند. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. زندگان و مردگان نیز برابر نیستند. بیگمان خداوند هر کی را بخواهد می شنواند ولی تو کسانی را که در قبر هستند شنوانده نمی توانی. این انت الا نذیر
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. تو صرف بیم دهنده می باشی. به حق ما تو را بیگمان مژده دهنده و بیم دهنده فرستادیم و هیچ امتی نیست مگر این که در میان آن بیم دهنده گذشته است. و این یکذبوک فقد کذب الذین من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. و اگر تو را تکذیب کنند شگفتی نیست، زیرا پیشینیانشان نیز پیامبرانی را که با معجزه ها، صحیفه ها و کتاب های روشنایی بخش آمده بودند تکذیب کردند. ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكیر. سپس آنانی را که کافر شدند گرفتار ساختم، پس عذاب من چگونه بود؟ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. آیا ندیدی که خداوند آب را از آسمان نازل گردانید؟ پس به وسیله آن حاصلات را با رنگ‌های مختلف برآوردیم و در کوه‌ها رده‌هایی است که رنگ برخی آن سفید و برخی سرخ است و برخی هم سیاه مشکین هستند. و من الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. از مردم، جانوران و چارپایان نیز رنگ‌های آنها مختلفند. بیگمان از خداوند همانا بندگان دانشمند او می‌ترسند. حقا که خداوند صاحب قدرت منعی و آمرزگار است. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بیگمان کسانی که کتاب خدا را میخوانند و نماز را به تمام و کمال ادا میکنند و از آنچه ما به ایشان روزی دادیم پنهان و آشکارا خرج میکنند، امیدوار تجارت هستند که هرگز کساد نمی شود، یعنی از رواج نمی افتد. لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله انه غفور شکور. تا به ایشان مزدشان را کامل بدهد و از فضل خیش بر ایشان بیفزاید. بیگمان او آمرزنده و پاداش دهنده است. والذی اوحینا الیک من الكتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیه إن الله بعباده لخبیر بصیر. آنچه را به تو از کتاب وحی کردیم هم آن است حق و تصدیق کننده کتاب های پیشین است. حقا که خداوند به حال بندگان خود کاملا آگاه و بیناست. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. سپس کسانی را که از میان بندگان خیش برگزیدیم وارث کتاب ساختیم. از این میان بعضشان بر خیشتن ستمگارند، بعضشان میان روند و بعضشان به اجازه خدا به امور نیک پیش دستی می کنند و این است فضل بزرگ. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. در بهشت‌های جاودانی که به آن داخل می شوند دستبندهای از طلای مروارید نشان به ایشان پوشانده می شود و لباسشان در آنجا ابریشمین است. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. میگویند ستایش خدای راست، آن که از ما غم را زدود. حقا که پروردگار ما آمرزنده و پاداش دهنده است، آن که ما را به فضل خیش به این اقامتگاه دائمی جایگزین ساخت که در آن نه به ما رنج می رسد و نه همزلگی احساس می کنیم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. اما کافران برای ایشان آتش دوزخ است. مرگ به سراغشان نمی آید که بمیرند و نه هم عذابشان تخفیف می شود. هر ناسپاس را این گونه جزا می دهیم. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمین من نصیر. در آنجا ایشان فریاد می کنند که پروردگارا ما را بیرون آورد تا عمل نیکوی را غیر از آنچه می کردیم انجام دهیم. به ایشان گفته می شود آیا به شما در دوره زندگی دنیا به حد مهلت ندادیم که هر انسان پند نیوش در آن پند می گرفت و در این حال برای شما بیم دهنده نیز آمد. چون فرصت را از دست دادید پس اکنون این عذاب شدید را بچشید که حالا برای ستمگاران مددگاری نیست. این الله عالم غیب السماوات والارض انه علیم بذات الصدور. بیگمان خداوند به همه چیزهای نهانی آسمانها و زمین آگاه است و نیز بیگمان به آنچه در اندرون سینه هاست آگاه می باشد. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. اوست که شما را در زمین خلیفه ساخت، پس هر که کافر شود زیان کفرش به خودش عاید می شود و کفر کافران در نزد پروردگارشان جز خشم چیزی را افزون نمی سازد و کفر به کافران جز زیان هیچ چیزی دیگری را نمی افزاید. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك
في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. بگو آیا آنهایی را که به خدا شریک می آوردید و به ایشان جز خدا نیایش می کردید دیدید؟ به من نشان دهید که چی چیز از چیزهای روی زمین را آفریده‌اند، یا چی شرکتی در آسمان ها دارد، یا به ایشان کتابی دادیم و آنها از این کتاب بر این دعوی خود دلیل دارند؟ بلکه واقعیت این است که ستمگاران یکدیگر را جز به فریب و وعده نمی‌دهند. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. بیگمان خدا آسمان ها و زمین را نگه می دارد از اینکه از جای خود زائل شوند، و اگر زائل شوند بعد از آن هیچ کس آنها را نگه نمی دارد، حقا که او صاحب حلم و آمرزگار است. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. با سخت‌ترین سوگندهای خود به خدا سوگند یاد می کنند که اگر برای ایشان بیم دهنده آمد واقعا از هر یک از اقوام دیگر رهیابتر خواهند شد، اما چون بیم دهنده و ایشان آمد جز به نفرتشان نیفزود. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحویلا. برای سرکشی بر زمین و دسیسه زشت، ولی دسیسه زشت جز به اهل آن دسیسه آسیبی نمی رساند. آیا ایشان جز همان سنت پیشینیان را که مطابق به آن به عذابهای دردناک مبتلا شدند انتظار می کشند؟ پس برای سنت خدا تبدیلی نمیابی و برای سنت خدا تغییر نمیابی. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. آیا در زمین سفر نکردند تا می دیدند آنانی که پیش از ایشان بودند به چی سرنوشتی گرفتار شدند، با آنکه آنها نسبت به اینان نیرو و توانایی بیشتری داشتند؟ آری هیچ چیزی در آسمان ها و زمین مانع اراده خداوند شدن نمی تواند. بیگمان خداوند دانا و تواناست. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. اگر خداوند مردم را به آنچه می کردن مؤاخذه می کرد بر پشت زمین جانوری را هم نمی گذاشت مگر مرگ ایشان را به مدت مشخصی به تعویق می اندازد و چون میعادشان فرا رسد پس بیگمان خداوند بر بندگان خود بیناست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره.
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. یاسین، قسم به قرآن صاحب حکمت، تو واقعا از پیامبرانی براه راست. تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. این کتاب فرو فرستاده صاحب قدرت منی و مهربان است تا قومی را بیم دهی که پدران ایشان بیم دادن نشده اند، پس ایشان غافل مانده اند. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. بیگمان حکم عذاب بر بیشتر ایشان ثابت شده است که ایشان ایمان نمیارند. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. ما به گردنشان طوق انداختیم که تا زنخشان رسید و از این رو سرشان شخ مانده که به دور و بر خود دیده نمیتوانند. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. در پیش رویشان سدی و از پشت سرشان سدی قرار دادیم و روی ایشان را پوشاندیم که هیچ چیزی را نمی بینند. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. به ایشان هر دو حالت یکسان است، چی آنها را بترسانی و چی نترسانی ایشان ایمان نمیارند. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. واقعا تو کسی را به گونه مؤثر بیم میدهی که پند را به کار بندد و از خداوند رحمان غایبانه بترسد، پس چنین کسی را به آمرزش و مزد گرامی مژدگانی بده. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بیگمان این ما هستیم که مرده را زنده میگردانیم و اعمال را که از خود پیشتر فرستاده اند و نیز آثاری را که به عقب خود گذاشته اند همه آن را در کتاب روشن احصایه گرفتیم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. برایشان اهل قریه را مثال بزن چون در آن پیامبران آمدند. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. آنگاه که در اول و ایشان دو تن را فرستادیم ولی اهل قریه آنها را تکذیب کردند. آنها را به وسیله سیومین پیامبر تقویت بخشیدیم. ایشان گفتند ما به سوی شما به حیث پیامبر فرستاده شده ایم. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. مردم گفتند شما نیستید مگر بشری مثل ما و خداوند رحمان چیزی به وسیله شما نازل نکرده است، شما محض دروغ میگویید. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. این پیامبران گفتند پروردگار ما میداند بیگمان ما به سوی شما به حیث پیام آور فرستاده شده ایم. وما علينا إلا البلاغ
البلاغ المبين. ما جز رساندن این پیام روشن وظیفه نداریم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. اهل آن قریه گفتند ما قدم شما را به فال بد گرفتیم و اگر خودداری نکنید یقینا شما را سنگسار میکنیم و البته از جانب ما عذاب دردناکی به شما عاید می شود. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. پیامبران گفتند فال بد شما با خود شماست. آیا اگر پند داده می شوید این را فال بد می پندارید؟ نه خیر، بلکه شما قومی تجاوزکار هستید. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. و از منتهای آن شهر مردی با سرعت آمده گفت ای قوم من این پیامبران را پیروی کنید. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. کسی را پیروی کنید که از شما مزدی برای خود نمی خواهد و ایشان خود رهیابند.